برای این پناهجویان افغان که به تاجیکستان فرار کردند نقاشی آرامش خاطر می‌دهد. عمر خاموش در ناحیه وحدت به شاگردانش نقاشی می‌آموزد و سبب همین هنرش قریب بود او را در افغانستان بکشند. طالبان امر دادند که نقاشی را بس کند وگرنه می‌کشندش. یک شب پشت خانه ما آمدن و ما در دفتر بودیم، چون تا وقت شده دفتر خود کار میکنم که نبودم. بعد از او در خانه و دست درازی میکردن، بدنم کستا شد، امروز تفنگ بدنم زدن، به خاطر کشتن ما آمده بودن، مر نیفتن، بس بدنم زدن. عمر خاموش اولی سال 2021 نقاشی‌هایش را مانده به وحدت گریخت. در خانه نیم ساخته مکتب نقاشی تشکیل کرد. با او دوستی هنرمندش کمک کرده است که سال پیشتر افغانستان را ترک کرده بود. در حدود 25-30 طلبه داریم که همشان از ابتدا در بخش پنسیلی، رنگ روغن و رنگ آبید آموزش میدهیم. مکتب برای بازماندن و ادامه کار به سختی پول می‌یابد. اکثر شاگردان هم پناهجویان افغان هستند و پول زیاد پرداختن نمی‌توانند. با وجود این نقاشی در غربت برایشان خوشحالی می‌بخشد. در اینجا طبعا آرت گالری یکی از سنترهای در وحدت گشاده شده. در اینجا دیدیم دخترای افغان، یعنی دیدیم آمدن در اینجا کورس هست برای درس دادن. اول خو میخوایم که رسمی خود ادامه بدیم تا که هر چقدر شوه میخوایم که زیادتر پیش بریم در بخشش مجسمه سازی، در بخش که استاد یاد ما به تمام قدر میخوایم یاد بگیریم. بعد از او دیگه هر وقت که هر چی پیش آمد. عمر خاموش میخواهد به شاگردان پیکره سازی و کار با اشیای استفاده شده یاد بدهد. میخواهد هنرش را در دوشنبه هم ببینند. ما کار را که در افغانستان میکنیم در دیوالا نقاشی میکردیم، پیام‌های خوب میرساندیم. دیگه تصمیم داریم که در شهر در وحدت هم و همچنان بیشتر در دوشنبه بعضی پیام‌های خوب تصاویر چهره کار شود و یگان پیام‌های مقبول در پالیش نشته شود. هم شهر مقبول رنگارنگ شود، چهره‌های مقبول درش کار شود، پیام‌های خوب رسانده شود. عمر خاموش امیدوار است روزی به افغانستان برمیگردد و هنر و نقاشیش را در آنجا در وطن و خانه خویش ادامه می‌دهد.